اینجا مازندران، شهر سرخرود. همینجور که می‌بینید ما الان اومدم توی مغازه افق کوروش. همون حرومزاده ای که میگفت برنج اگه پیدا نمی‌کنین جو بخورین، حرومزاده الان بیا. من که ندارم، ببین موتورم در به داغونه، من که دارم اسنپ کار میکنم، برنج هندی میخوام میگن نداریم. هر جای مغازه رفتم میگن نداریم. آخه حرومزاده شما میخواین آره برنج گرون رو بخریم؟ بی ناموس یه کاری کردیم که اصلا مردم نمیتونه برنج بخره، نمیتونه اصلا وسیله بخره. ببین از افق کوروشی که همه میگن ارزون تره، از همونه بری یه پاکت وسیله پلاستیک وسیله بخوای بگیری زیر 2 میلیون نمیتونی. حرومزاده چیکار دارین میکنین؟ برنجی که من بخوام به زن بچم هندی بدم همونو پیدا نمیکنم. برنج هندی رو کردیم 1 تومن، باز همونم حرومزاده نمیارین تو بازار. چجور اون برنجایی که میندازین تو دریا و توی زیر بارون و تو گل خوابیده، خب بذارین همونو ما بدبخت مردم بخوریم دیگه. همونو بذار ما استفاده کنیم. آقا نمیخواد شما بذارین گرون بشه وسیله. ببین الان شهر بابا کل مغازه رو دارم من میگردم، برنج هندی اصلا وجود نداره. همه برنجای گرون قیمت زیر 3 میلیون پیدا نمیشه، همه 3 4 5 میلیونه. بابا چه خبرتونه؟ ما از کجا بیاریم؟ من که از کارگرم استبم از کجا بیارم؟ من از کجا پیدا کنم این پولو؟ یه برنج بخوام 3 تومن پول بدم، پول یه روز من نمیشه، باید یه هفته کار کنم تا این 3 تومن رو جور کنم.